سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 20 اپریل. در ابتدا سرخط خبر و گزارش ها. رشوه‌خوری ضمن بنیاد یک شفاخانه بزرگ در دوشنبه، یک مقام سابق شهرداری را با گناه پیشنهاد پاره به 18 سال زندان محکوم کردند. در دوام 90 روز آینده امریکا سازش اتمی با ایران و نقش تهران در نزاع‌های خاورمیانه را تحقیق می‌کند. ایران دور از نظارت می‌تواند راه کره شمالی را پیش گرفته جهان را از پس خود ببرد. چارواپروران تاجیک میگویند در زمستان سردی گذشته هزاران سر از چارواهشان از سردی و گرسنگی تلف یافت. گرسنگی جال وقتی که زمین محکم شد سال خوراک نخوردم همین تلف. تفصیل خبرها. دادگاه شهر دوشنبه یک مقام سابق شهرداری را روز 19 اپریل با گناه از خود کردن پل ساختمان یک شفاخانه بزرگ و هم رشوه‌خوری به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. سید شریف انوروف سردار سابق ریاست ساختمان در دوشنبه را با آن گناهکار دانستند که هنگام بنیاد مجمع طبی استقلال با 6 نفر دیگر 18 میلیون سامانی و یا 2 میلیون دلار را از خود کردند. با گفته دادگاه سید شریف انوروف همچنین با شریکانش برای پنهان داشتن جنایت به مقامات انتظامی بیشتر از 400,000 دلار رشوه پیشنهاد کردند. استقلال بزرگترین مرکز معاصر معالجه و تشخیص طبی در تاجیکستان را سال 2016 مورد بهره برداری قرار دادند. دیپلمات‌های تاجیک میگویند سبب اعتراض رانندگان افغان که گفتند یک راه مهم برای تاجیکستان را میبندند با آنها معلوم نیست. در سفارت تاجیکستان در کابل روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفتند هیچ یک از رانندگانی که در مرز تاجیکستان اعتراض دارند با آنها مراجعت نکرده است. از این پیشتر گروه از رانندگان افغان در گذرگاه شیرخان بندر در 5 پایان جمع آمدند و گفتند که اگر کنسول تاجیکستان به نزدشان نآید راه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان را میبندند. سفارت که مراجعه میکنیم با ما ویزا نمیتن. ما بارها تاکید کردیم که حداقل همین قنصل نمایندگی قنصل تاجیکستان بیاید تا برای ما یک سهولت ایجاد بکنه تا ما خوب بدرخشیم به مردم خود به وطن خود. ما به عنوان یک کشور برادر با او می‌نگریم، نه به عنوان یک دشمن. راهی که از شهر قندوز افغانستان می‌گذرد یک راه مهم برای انتقال مال و کالا از پاکستان به تاجیکستان است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا ایران را تنقید کرد که به گفته وی در خاورمیانه ناامنی برمی‌انگیزد و به منافع آمریکا خطر ایجاد می‌کند. رکس تیلرسون در این باره بعد از آن صحبت کرد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ امر داد شیوه‌های مقاومت به تهدیدها از ایران ارزیابی شود. تفصیلات در گزارش کیومرثی عطا. رکس تیلرسون کاتب دولتی امریکا سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را که سال 2015 هم به امضا رسیده است تنقید کرد. او گفت که این سند تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران را تنها به تأخیر گذاشته از اغواهای این کشور در خاورمیانه جلوگیری نمی‌کند. تیلرسون تاکید کرد که ماموریت پرزیدنت امریکا در یک تحقیقات 3 ماهه نه تنها اجرای سازش هسته‌ای از طرف تهران بلکه مطابقت و یا مخالفت اقدام‌های جمهوری اسلامی با منفعت‌های ایالات متحده را ارزیابی خواهد کرد. کاتب دولتی امریکا میگوید سازش با تهران کشوری هسته‌ای شدن ایران را فقط به تأخیر می‌گذارد، نه بیشتر از آن. مقامداران ایران بارها اصرار ورزیدند که برنامه هسته‌ای تهران هدفهای صرف آسایشته دارد، ولی تیلرسون تاکید میکند که این برنامه تهدید به نظم و ثبات عالم است. ایران سرپرست جهانی تروریسم و مسئول عمیق رفت چندین بحران و پایمال نمودن منفعت‌های ایالات متحده آمریکا در کشورهای شبیه سوریه، یمن، عراق و لبنان بوده حمله‌ها بالای اسرائیل را دستگیری می‌کند. ایران دور از نظارت می‌تواند راه کره شمالی را پیش گرفته جهان را از پس خود ببرد. رکس تیلرسون خاطر نشان کرد که ایران بر ضد ایالات متحده آمریکا حمله‌های کیبرنتیکی راه اندازی نموده از جمله در سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نقش داشته است.
صحبت را درباره موضوعهای بین المللی ادامه می‌دهیم. فرانسه روز 23 اپریل رئیس جمهوری نو انتخاب می‌کند و 11 نامزد برای صاحب شدن به مقام کرسی رئیس جمهور رقابت دارند. اگر در دور اول هیچ یکی از نامزدها 50% رای مردم را به دست نیاورد، دور دوم روز 7 می و با شرکت داوطلبی اصلی برگزار می شود. درباره این کارزار مهم سیاسی در فرانسه صحبتی داشتم با ارمند مصطفی، مدیر رادیو فردا که انتخابات فرانسه را از نزدیک پیگیری می کند. آقای مصطفی به برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که چرا انتخابات روز یکشنبه از انتخابات پیشین فرانسه فرق می کند؟ دلیلش این است که این انتخابات یک تأثیر بسیار مهم و عمده بر سرنوشت اتحادیه اروپا خواهد داشت و طبیعتاً سرنوشت اتحادیه اروپا در عرصه جهانی تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه اولا بریتانیا به برکسیت رای داد، از اتحادیه اروپا میره بیرون. از نامزدهایی که الان در فرانسه در صدر لیست هستند که احتمال داره که انتخاب بشن، چون فاصله شون خیلی با هم کمه در نظرسنجی ها، از 4 نفری که در بالای لیست هستند 2 تاشون یعنی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون آشکارا در جهت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا موضع گیری دارند. خب حالا اگر بعد از برکسیت فرانسه هم از اتحادیه اروپا بره بیرون، احتمال اینکه اتحادیه اروپا به کلی فرو بپاشه بسیار زیاد خواهد شد. از این نظر این انتخابات نه فقط برای فرانسه بلکه برای همه اروپا و حتی در عرصه سیاست جهانی اهمیت داره. و در این انتخابات طوری گفتم بار اول ماری لوپن یکی از سیاستمداران ملتگرا یکی از نامزدهای اصلی است و میتواند برنده شود. نظرسنجی ها چی را نشان داده؟ ببینید در این انتخابات 11 کاندیدا در دور اول شرکت دارن و همونطور که توضیح دادید 2 کاندیدایی که بیشترین رأی رو بیارن به دور دوم میرن. مسئله اینجاست که در نظرسنجی ها الان 4 کاندیدا تقریبا مساوی هستند. یعنی خانم مارین لوپن به عنوان کاندیدای راست افراطی یا راست ناسیونالیست یا ملتگرا اونطوری که شما اشاره کردید، آقای امانوئل مکرون میانه رو، فرانسوا فیون دست راستی و ژان لوک ملانشون چپ چپ. فاصله اینها با هم دیگه در نظرسنجی ها فقط 4 امتیاز است. و مسائل اصلی که نامزدها در کارزار انتخاباتی برای به دست آوردن دل رای دهندگان بحث کردن کدام مسائل بود؟ امنیت یا کار و مهمترین مسائل اقتصادی؟ مهمترین مسئله در فرانسه مسئله اشتغال و کاره. برای اینکه فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشورهای غربی رو به طور کلی نه فقط اتحادیه اروپا رو داره. مسئله دوم مسئله بدهی‌های دولته. دولت فرانسه بیش از 2000 میلیارد یورو بدهی داره و هر سال یک چیزی حدود 50 میلیارد یورو فقط بازپرداخت بهره این بدهی هاست که روی بودجه دولت فرانسه سنگینی میکنه. این هم یکی از مسائل مهمه. و بالاخره مسئله سوم مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم که اون هم غیر از در برنامه ژان لوک ملانشون در برنامه سایر کاندیداها مطرح است. تشکر آقای ارمند مصطفی برای وقتی که برای ما پیدا کردن. ممنون که با ما بودید. تشکر. سپاسگزارم. و خبر و گزارش درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و مصاحبه کامل در وبسایت azadi.org. زمستان سرد امسال سبب تلف یافتن ده‌ها هزار از سر از چاروا یک ثروت اصلی مردم در روستاهای تاجیکستان شده است. امسال در تاجیکستان زمستان طولانی آمد و غذا برای گاو و گوسفندان نرسید و مردم ناچار آنها را ذبح کردند. خبرنگاران رادیو آزادی با بعضی از چوپانان گفتگو کردند که چارواهشان را از شمال به جنوب به ولایت ختلان آوردند. اکثر مردم دهه ارگچ ناحیه باختر چاروا دارند. چارواداری وسیله روزگذرانی آنهاست. زمستان امسال برای ظهوربک سنگین بود. با تلاش زیاد توانست چاروای خود را به بهار رساند، اما گاو و گوسفندش از بیماری فوتیدند. برای یافتن مشکلات بیماری حتی یک چند واکسن هایی که پیشنهاد کردند
آنها یگان خیلی منفعت ندادند. ظهوربک در دهه ارگش رئیس محله است. میگوید صدها چاروا تلف شده است اما نمیداند چرا تلفات مالی آنها را کم نشان میدهند. 1000 سر چاروای خرد پرورش می‌یافت، از آن رمه‌ها تا 300 400 سر و بعضا سکتورهای خصوصی از هر یک رمه تا 600 سر تلفات چاروا به خرید شد که در بعض آمارها این را پنهان می‌داشتند. به خاطر چی بود نمیدونم. نظربای از ناحیه عینی در ختلان دهمردگی می کند. دوام 15 سال دهمردگیش این باری سوم است که از بی‌علفی در فصل سرما قسمی زیادی چارواش را از دست می دهد. من خودم 30 تا گوسفند داشتم، از همین 8 تا گوسفند 22 تا مرده برفت. حاضر بی بره رفت، همیشه بره نگرفتم. سببش بی خوراکی دیگه، گشنگی. جال وقتی که زمین محکم شد مثال خوراک نخوردم. همین تلف. برای نظربای چارواداری یگانه وسیله روزگذرانی است. حالا رمه خواجگی دهقانی تاجیکستان از ناحیه عینی را بانی میکند که این زمستان 200 سر از چاروای آن با سبب درازی زمستان مردند. شادیقول از ناحیه مسچا است، در کوهستان دنغره دهمردگی میکند. بهار در بیشتر چراگاه‌های جنوب تاجیکستان بر وقت تر می آید. این است که چارواداران منطقه شمالی کشور رمه‌های خود را به اینجا می‌آورند. من این بره که بسخوله می‌شدیم بخیر علفو خوب میمون ای کوفتن بیزور میشه خود علف هم من زمینو اشک مولا سرش منم افبو هر فولی که وقت خراب شده ای میشه حاضر علف نگیر من این موی تناشون ریزم. چارواپروران میگویند در موسم امسال حدود 1 میلیون مال تلف شده است. وزارت کشاورزی این رقم را مبالغه دانسته گفته است، برعکس امسال سرشمار چاروا قریب 200,000 سر زیاد شده است. تاجران تاجیکستان و ازبکستان در یک همایش در شهر دوشنبه چند قرارداد امضا کردند و قول دادند که از این بعد همکاری‌هایشان را بهتر می‌کنند. فروم صاحبکاران دو کشور همسایه پس از 12 ساله مناسبات سرد تاجیکستان و ازبکستان صورت می‌گیرد. همکاران ما برای صحبت با تاجران دو کشور به این فروم رفتند. در آغاز همایش صاحبکاران تاجیک و ازبک در دوشنبه بیش از 10 سند همکاری میان تاجران دو کشور به امضا رسید که بیشتر آنها مربوط به کارخانه اوزافتو صناعت بودند. در این همایش حدود 500 صاحبکار ازبکستانی با صاحبکاران تاجیک با شرکت و تجارت همدیگر آشنا شدند. بعد از برگزاری مراسم افتتاح رسمی این همایش، مقامات اقتصادی هر دو کشور ظرفیت و شرایط تجارت در کشورهای خود را معرفی کردند. ازبکستان با همشریکان خود همون تشکیلات و کارخانه‌ای که امروز محصولات تولید می‌کنند ما همکاری می‌نماییم. صاحبکاران ازبکستانی اظهار امیدواری کردند که با امضای سازشنامه و یادداشت‌های تفاهم همکاری دو جانبه در سطح ضروری به راه مانده می‌شود. ما امیدواریم در چارچوب همایش امروزه راه‌های نوی همکاری با شریکان تاجیک خود را پیدا کنیم. ما از قبل در بازار تاجیکستان حضور داشتیم. به عنوان مثال کارخانه تاجیک تلکام با ناقل‌های ساخت کارخانه ما مجهز شده است. می‌دانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه تولید کابل فعال است و می‌خواهیم با این شرکت همکاری بیشتر داشته باشیم. در همین حال مسئولان پالات سودا و صنعت تاجیکستان میگویند که هدف برگزاری همایش صاحبکاران تاجیک و ازبک به منظور رشد تجارت منطقه‌ای، تأسیس کارخانه‌های مشترک در عرصه‌های ماشین‌سازی، انرژی، صنعت معدن‌ها، ساختمان، تندرستی، معارف و سیاحی میباشد. طبق اطلاع رسمی در سال گذشته گردش مال و کالا میان هر دو کشور نزدیک 70 میلیون دلار را تشکیل داده است. از همه بیشتر تاجیکستان و ازبکستان اساساً سمنت و از آن کشور داروهای مینرالی برای کشاورزی وارد کرده است. و شنونده ارجمند چند خبر و گزارش دیگر داریم که بنابر سبب فرصتی کم نتوانستیم به شما نمایش دهیم یا برسانیم، ولی شما میتوانید اخباری از این هم بیشتر رو در وبسایتی ما پیدا کنید که نشانش رو میدونید azadi.org. اگر در فیسبوک باشید در اونجا با نام رادیو آزادی صفحه داریم، در ادنا کلاسنیک هم با نام رادیو آزادی و در توییتر نیز عین صفحه هست با نام رادیو آزادی. از ماست. خدا نگهبان شما.